توجه به این که میدونیم که جاده سوسنگت اهواز منطقه جنگیه، با یکی از برادران کشاورز که بین این جاده در حال فعالیت هستن ازشون سوالاتی داریم. ما هیچ ترس واهمی نداریم از این جنگ. اینجا هم کشاورزی میکنیم. عرض کنم به خدمت سرکار بچه‌هام هم تو جبهن، هیچ ترس هم نداریم. چرا کشاورزی میکنیم اینجا؟ کشاورزی میکنیم که پدر ابن کار در بیاریم. پیامی برای مردم ایران، برای کشاورزای دیگه داریم؟ پیام برای اینه که تمام برادری بکنن، پشت همدیگه رو صف بگیرن، کوشش بکنن به کشاورزی پشت جبهه. چه توقعی از دولت داری؟ توقع من همین است که کشاورزی محکم باشه، دشمن کور بشه. ما اینجا یه زحمتی میکشیم، در میاریم میخوریم خودمون و بچه‌هامون. پیامی برای امام نداری؟ قربان امام، پیام امام است که ما اینجا داریم زندگانی میکنیم. اوضاع در جبهه ها اصلاً خوب نیست. رئیس جمهور که این روزها برای بازدید هم به جبهه ها نمی رود، در میان تعجب افکار عمومی ادعا می کند کشور در مسائل داخلی به بنبست رسیده و باید رفراندوم برگزار کنیم. منافقین بلا فاصله از سخنان بنی صدر ابراز حمایت و شعف می کنند. اوضاع آبادان، شهری که 8 ماه در محاصره هست و همونطور که میبینید اغلب از خانه‌های مردم بیگناه مخروبه هست. بیمارستان‌ها، مساجد در اثر خمپاره ها و خمسه ها ویران شده. امام قریباً 7 ماه پیش فرمودن باید حصر آبادان شکسته شود. متاسفانه هنوز آبادان در محاصره هست. امروز در سراسر این مرز هیچ جا به حساسیت آبادان نیست و شما درست خداوند انتخابتون کرده و گذاشته اون نقطه‌ای که رگ حیات این جنگ اینجا داره میتپد. آمریکا حلقه محاصره اقتصادی ایران را تنگتر کرده است. آیت الله خامنه‌ای با ابراز امیدواری به آینده جنگ اعلام می‌کند این سیاست آمریکا نیز به جایی نخواهد رسید. جنگ ایران و عراق هم راه انداخت. اینم که ببینید بعد از گذشت نزدیک 9 ماه از آغاز این جنگ، الان نیروهای ما بزرگتر، سنگینتر، از لحاظ روحیه شاداب، از لحاظ قدرت تعرض و میل به تعرض از اول خیلی بهتر، انسجام بیشتر، هماهنگی بیشتر، کارایی و کارآزمودگی نظامی بهتر. امام خمینی که سناریوی بنی صدر و منافقین را برای ایجاد آشوب و ناامنی سراسری با هوشیاری درک کرده است، 18 خرداد 60 به محرکان آشوب و ناآرامی قاطعانه هشدار می‌دهد. اون روزی که من احساس خطر برای جمهوری اسلامی بکنم، اون روزی که من احساس خطر برای اسلام بکنم، اون روز اینطور نیست که باز من بشینم نصیحت کنم، دست همه را قطع خواهم کرد. هشدارها و نصایح امام در عمل نتیجه‌ای نمی‌دهد و رهبر انقلاب امروز 20 خرداد 60 به ناچار وارد عمل می‌شود و در فرمانی به ستاد مشترک نیروهای مسلح ابوالحسن بنی صدر را از فرماندهی نیروهای مسلح برکنار می‌کند. عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا با برخی وسوسه‌های خناسان در نیروهای نظامی همراه شده است. امام خمینی 4 روز بعد از برکناری بنی صدر از فرماندهی نیروهای مسلح در دیدار با فرماندهان ارتش خاطر نشان می‌کند بنی صدر و امثال او گوینده خوبی هستند، اما در پیشرفت‌های نظامی سرباز است که کار را انجام می‌دهد، نه سخنران و سخنرانی. در اوج سکون و بی‌تحرکی میدان‌های نبرد تحولات سیاسی در کشور شتاب گرفته. رهبر انقلاب امروز 25 خرداد پس از بیانیه جبهه ملی درباره لزوم قیام مردم در مقابل حکم قرآنی قصاص با انتقاد و گله شدید از قدر ناشناسی لیبرال ها از جمله نهضت آزادی، جبهه ملی را مرتد اعلام می کند.
مجلس امروز 30 خرداد جلسه بسیار مهمی تشکیل می‌دهد تا طرح دوفوریتی عدم کفایت رئیس جمهور را بررسی کند. این یک خصومت شخصی یا جریان حزبی نیست، یک تکلیف شرعی و مسئولیت الهی و پاسخ به یک خواست مردمی و عمومی است. تا همین اواخر به ظاهر خود را به امام متصل وانمود می‌کرد، امام را پدر و مراد خود می‌نامید و نام امام، آری فقط نام امام را گرامی می‌داشت، اما در عمل همه جوانب حیطه ولایت فقیه را مورد تعرض قرار می‌داد. امام از سپاه با اون لحن تجلیل می‌کرد، او سپاه را مکرر از جمله در 14 اسفند در سخنرانی اصفهان و غیره به صراحت می‌کوبید. امام تصرف لانه جاسوسی را انقلاب دوم می‌نامید و او بارها آن را رد می‌کرد. آقای بنی صدر بارها به نهادهای قانونی بی‌حرمتی روا داشته و به این طریق پایه مشروعیت خود را سست کرده است. وقتی رئیس جمهور با بی‌حرمتی به این نهادهای قانونی خود را که جزئی از مجموعه دولت است از آن جدا می‌کند، در حقیقت قانون اساسی را که قاعده وجود خود اوست سست می‌کند و این حد اعلای بی‌کفایتی است. آقای ابوالحسن بنی صدر کفایت سیاسی جهت تصدی سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران را ندارد. امام خمینی با تایید رأی قاطع مجلس بنی صدر را به علت نداشتن کفایت سیاسی از ریاست جمهوری عزل می‌کند. بنی صدر به خانه‌های تیمی منافقین می‌گریزد. کراراً من به این آقای ابوالحسن گفتم که بیا برو از این گروهک‌های فاسد، از این منافقین تبری کن، حیثیت خودت را از دست نده، بیا برو در ملأ عام و اینها را از خود بران، اینها تو را به تباهی میکشند و این گرگ هایی که در اطراف تو جمع شدند و الا بعض معدود اونها، همه اونها گرگ هایی هستند که میخواهند تو را به تباهی بکشند، اینها را از خود بران و این جوان نادان و این جوان جاهل که نتوانست بفهمد اسلام یعنی چه و کشور اسلامی یعنی چه و ملت اسلام یعنی چه و ارتش اسلام یعنی چه و سایر قوای مسلح اسلام یعنی چه، این خودش را به تباهی کشاند. منافقین در بیانیه‌ای رسمی ورود به فاز جنگ مسلحانه را در مقابل نظام منتخب ملت یعنی جمهوری اسلامی اعلام می‌کنند. شبه نظامیان منافقین یا میلیشیا امروز 30 خرداد 60 به دستور مسئولان این سازمان به خیابان‌های تهران و چند شهر دیگر می‌ریزند و با حمله به مردم فجایع عجیبی می‌آفرینند. این مدرکی که در یکی از خونه‌های تیمی کشف شده نوشته شناسایی آدم فالانژ، بقالی شرق نارمک. صاحب بقالی 2 نفرن، یکی بیریش و سیبیل، معمولا یک کلاه. حالا وقتی رفتن داخل مغازه اگر دیدن یکی بیریش و سیبیل با کلاه وایساده اون رو ترورش میکنه. موقع آتش زدن اتوبوس، جریان اتوبوس، من مسئول 2 تیم بودم که به طور خاص مسئولیت تیمی که اتوبوس رو آتش زد به عهده داشتم.